این داستان زندگی مردیه که نخل رو به افسانه تبدیل کرد. جیانی ورساچه از همون بچگی توی کارگاه کوچیک توی جنوب ایتالیا کنار مادر خیاطش بزرگ شد. یاد گرفت که پارچه ها فقط پارچه نیستن، میتونن قصه بگن. وقتی بزرگتر شد تصمیم گرفت بره دنبال رویایی که از کوچه های ریجو کاربریا شروع شد و رسید به صحنه های مد جهانی. سال 1978 بود که برند ورساچه متولد شد. اما فقط یه برند نبود، یه انفجار بود از رنگ، جسارت و فرم، یه انقلاب توی دنیای مد. جیانی فرق داشت. اون باور داشت که مد باید صدا داشته باشه، هویت داشته باشه، حتی شورش کنه. مدل ها روی صحنه ها راه میرفتن، ولی شبیه الهه های یونانی، شبیه جنگجوهایی با لباس های پرزرق و برق و نگاه هایی که دنیا رو به چالش میکشیدن. ورساچه لباس نمیساخت، رویا خلق میکرد. رویاهایی که جسور بودن، پر از عشق، پر از قدرت. اما زندگی همیشه فقط زیبایی نیست. سال 1997 دنیا یخ زد. جیانی توی میامی جلوی خونش ترور شد. سکوت. دنیای مد برای همیشه عوض شد. ولی داستانش اینجا تموم نشد. نه برای ما، نه برای کسانی که هنوز با لباسهای ورساچه احساس خاص بودن میکنن. جیانی رفت، اما ردش، جسارتش و رویایی که ساخت برای همیشه موند.